درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 12. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکمی آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتاب یکم، باب 6. اما پسرم، آدمانی که تو درباره‌اش حالا سخن راندی مثل هنرمندانی هستند که رشته‌های پاره پاره را تعمیر می‌کنند، زیرا دختران آدمان را تنها هنگام بیمار شدنشان طبابت می‌کنند. فرمانده خردمند نسبت به آن که دختران را دعوت نماید افضل‌تر می‌شمارد که جنگاورانش را آب و تاب داده دائما درباره سلامتی آنها غمخواری نماید. تو باید از روزهای اول چاره‌ها بیندیشی که در لشکرت آدمانی بیمار نباشند. اما من چگونه به آن نائل شده میتوانم پدر؟ پیش از همه اگر برایت لازم آید که لشکرت در یگان منطقه معین موقع بگیرد، تو باید درباره شرایط سالم این مکان غمخواری نمایی. اگر این کار را به اجرا رسانی اشتباه نمی کنی. آدمان همیشه درباره جایهایی که اقلیم سالم و یا ناسالم دارند درباره تأثیر این یا آن اقلیم هم به جسم آدمان و هم به رنگ پوست آنها به تو پیوسته نقل می کنند. نهایت تو در خاطر نگاه دار که باید نه تنها به طبیعت منطقه بلکه اینچنین به آن توجه ورزی که چطور سلامتی خودت را نگاه می داری. کوروش به او جواب داد: خودی من پیش از همه کوشش می کنم که خوراک را از حد زیاد استعمال نکنم، زیرا آن برای سلامتی ضررناک است. بعد من درباره آن غمخواری می کنم که این خوراک خوب هضم شود. همین طور به نظرم سلامتی بهترین نگاه داشته شده انسان قوت جمع می کند. عیناً همین گونه غمخواری را پسرم باید تو نسبت به دیگران نیز نشان دهی، گفت پدر. اما آیا به جنگاوران امکانی مشغول شدن به مشق‌های جسمانی داده می شود؟ البته به نام زیوس قسم می خورم، گفت پدر. در اینجا سخن باید نه درباره امکانیت بلکه درباره ضروریت مطلق اجرای این کار رود. برای آنکه لشکر برای اجرای وظیفه‌هایی که به ذمه وی گذاشته می شوند تیار باشد و این نباید فعالیت‌های را قطع نماید که بر ضرر دشمنان
و به منفعت آن نگرانیده شده‌اند. پسرم، سیر کردن یک آدمی بیکار مشکل است. سیر کردن یک عائله از آن هم مشکل تر است. اما از همه مشکل تر نگاه داشتن لشکری است که اگر وقت خود را به بیکاری گذراند، زیرا آن از شماره زیادی خورندگان عبارت خواهد بود که با مقدار ناچیزی مواد غذایی به سفر می برایند و هر چیزی را که به دست می آورند به بیهوده ترین وسیله صرف می کنند. از این رو هیچگاه لشکر را نباید بیکار باقی ماند. به نظر من پدرجانم تو تصدیق میکنی که چطوری که از دهقانی کم فعال یگان فایده انتظار نمی شود، عیناً همین طور از فرمانده غیر فعال هم یگان چیزی مفید را انتظار بودن محال است. گمان دارم، جواب داد پدر، که فرماندهی با غیرت اگر به او یگان الهیت مقابل نبراید، لشکر را با ذخیره فراوان تأمین کرده تیاری جسمانی جنگاوران را از همه خوبتر تأمین کرده می تواند. به نظر من، گفت کوروش، در تربیه جنگاوران کسی بیشتر موفق خواهد بود که از روی هر یک نمود مشق‌های حربی مسابقه تشکیل کرده به غاربان مکافات ها می دهد. از اینجا او جنگاورانی با تجربه پیدا می کند که در جنگ به قوه آنها تکیه کرده می تواند. کاملا حق به جانب توست پسرم. بدان که با چنین طرز کار تو مشاهده کرده می توانی که جنگاورانت در اجرای وظیفه‌شان مانند دسته آوازخوانان در آزمون‌های موسیقی چگونه با هماهنگی فعالیت خواهند کرد. سپس سخنش را دوام داد کوروش. هنگامی که به جنگاوران الهام بخشیدن لازم می آید، به این هدف بغیر از امکانی در وجود آدمان بیدار کردن امید و آرزو، چیزی دیگر جوابگو نخواهد بود. اما پسرم، با این کار تو به شکارچی مانند می شوی که سگها را به شکار با همان آوازی هی که بر حیوانات وحشی نیز به کار می برد دعوت می کند. کاملا روشن است که آنها در ابتدا با کمال میل اطاعت می کنند، اما اگر او آنها را زود فریب دهد، سگها در نهایت کار از اطاعتش خواهند برآمد، در حالتی که او حتی اگر صید را ببیند آنها را واقعاً تحقیر می کند. فرمانده عیناً در همین حال قرار گرفته می تواند که اگر به جنگاوران چیزی را وعده دهد، کسی که در قلب آدمان بوی امیدی برای نایل شوی به نعمتهای آینده کاشته آنها را فریب می کند، حتی اگر وعده هایش کاملا عملی شونده باشند هم آنها را باور کننده نمی تواند. فرمانده باید از دادن وعده هایی که خودش به آنها کاملا اطمینان ندارد خودداری نماید، بگذار دیگران این کار را از نام او به اجرا رسانند. وی باید وعده خود را برای حالتهای خطری شدید نگاه دارد تا که اعتماد آنها را مخصوص نسبت به خودش حفظ نماید. قسم به نام زیوس پدرجانم، گفت کوروش، هر آن چیزی که تو میگویی به نظر من زیبا می نماید و آن همه باعث خوشنودی من است. به نظر من پدرم بعضی تجربه های اندوخته هم که برای به اطاعت در آوردن جنگاورانم کمک می رسانند. آخر تو این احساس را در وجودم از دوره خردسالیم تربیه کرده فرمان برداریم را نسبت به خودت مجبور کرده بودی. بعد مرا به دست معلمانی دادی که آنها نیز همین خصلت را در وجودم پروریدند. وقتی که من به درجه افیب رسیدم، راهنمایم نیز
همان طور از من طاعت و فرمانبرداری را طلب می کرد. عموماً اکثر قانونها به نظرم در انسان محض همین دو خصلت، قابلیت فرمانفرمایی و قابلیت فرمانبرداری را تربیت می کنند و همین طور درباره همه اینها اندیشه نموده به خلاصه آمدم که با احتمال بیشتر اطاعت سربازانش را همان فرمانده بیشتر به دست می آورد که جنگاورانی با انتظام را تعریف و توصیف نموده، برعکس نافرمانها را مجازات و از مکافات محروم می سازد. بله پسرم، این محض همان وسیله است که آدمان را از روی ضرورت به فرمانبرداری مجبور می سازد. اما برای به دست آوردن انتظام از آن با شعورانه‌تر، یعنی اختیاری، راه دیگر و کوتاه‌تر نیز وجود دارد. آدمان با آمادگی خاصه به اطاعت شخصی می درآیند که او را از خودشان در مسئله های عاقل‌تر می شمارند که در آنها سخن درباره منفعت شخصی آنها می رود. با عادلانه بودن این گفتار در مثال آدمان زیاد، مخصوصاً بیماران، باوری حاصل کرده می توانی. آنها برای کمک و دستگیری به اشخاص زاری و تولا می کنند که آنها برایشان راه شفا یافتن را نشان داده می توانند. همچنین توجه فرما که سوارگان کشتی چگونه با کمال میل با کشتیرانی که همراه او در کشتی شنا می کنند فرمان برداری می کنند. همین گونه مسافرانی که با راه‌های خشکی سفر می کنند با تمام قوت سعی و تلاش می ورزند که از آدمانی که به عقیده مسافران راه را از آنها بهتر می دانند قفان نمانند. برعکس، اگر شخص درک کند که فرمانبرداری به او زیان می رساند، با یگان جزا او را به فرمانبرداری مجبور کردن نمی توانند و هیچ هدیه‌ای او را به وسوسه اطاعتکاری نمی اندازد. آخر هیچ کس اختیاراً تحفه‌ای را قبول نمی کند که به او ضرر می رساند. پس پدر تو تصدیق میکنی که راهی بهترینی در اطاعت نگاه داشتن جنگاوران در آن افاده می‌یابد که نظر به زیر دستانتان باید عاقل‌تر باشی. بله، محض همین طور است. پس با کدام راه مسلکی را به دست آوردن لازم است که تو را چنین شخص اعتراف نمایند؟ اما پسرم، راهی که بیشتر عقلانی به نظر می رسد کوتاه‌تر از راهی نیست که تو را در حقیقت عاقل کرده تواند. هر یک مثال را در علاهیدگی بررسی نموده باوری حاصل خواهی کرد که من راست می گویم. اگر تو دهقان خوب نباشی می خواهی که در نظر همان گونه باشی، مثل اسب سوار، طبیب، نینواز یا یگان کسی دیگر. پس اندیشه کن که برای ایجاد کردن چنین عقیده درباره خودت چقدر حیله و نیرنگ‌های گوناگون را باید به کار برد. و حتی اگر توانی که آدمان زیاد تو را تعریف و ستایش کنند و در همین حال شهرت هنرمندی را کسب می نمایی و برای هر یکی این مشغولیت ها ابزارهای بهترین به دست می آری، در آن صورت هم تو آدمان را تنها برای یک مدت کوتاه فریب می کنی و به زودی هنگامی که ناعلاج مهارت خود را در عمل اثبات می کنی فریبت فاش شده، بغیر از آن لاف و گزافت نیز روی آب می براید.
پس چگونه در حقیقت حکیم شدن و همیشه باوری حاصل کردن ممکن است که تصمیم‌هایت مفید و ضرورند؟ کاملا روشن است پسرم که آن را از راه معرفتی همه چیزهایی که از دیگران آموختن ممکن است به دست آوردن امکان دارد، زیرا که تو الکی تکتیک را آموخته ای و آنچه را که آدمان با ذهن انسانی خود درک کرده و یا پیشگویی کرده نمی توانند، تو می توانی با یاری هنری منطقه ساحری با رجوع به خدایان زودتر از دیگران معرفت نمایی. اگر کوشش کنی که تصمیم‌های قبلا قبول شده ای را به انجام رسانی که آنها را بهترین اعتراف کرده بودی، تو در حقیقت حکیم خواهی شد. طبیعی است که آدمی سالم فکر درباره کاری که باید اجرا شود غمخواری می کند، نه بی‌اعتنایی و بی‌پروایی. اما برای به دست آوردن محبت زیردستانت و به نظرم این از همه مهمتر است، شاید ضرور باشد مثل آنهایی باید رفتار کرد که دوستان پیدا کردن می خواهند. به نظر من در برابر این آدمان باید واضح و روشن درک نمایند که از تو امتیاز به دست می آورد. پیدا کردن امکانیت نیکوکاری که آن را به کسی کردن می خواهی خیلی دشوار است پسرم، اما در شادی آدمان همراه بودن هنگامی که بخت آنها مدد می کند، همدرد آنها بودن در حال مصیبتشان، کمک رسانیدن در حال تنگ دستی، هراس از احتمالی به خطا رفتن و در عین زمان آگاه کردن آنها، به همه این باید توجهی مخصوص داده شود. به این مانند در حال به انجام رسانیدن هر گونه کارها، وقتی که جنگاوران در زیر گرمای طاقت فرسا فعالیت میبرند، فرمانده باید در پیش نظر همه همراه با جنگاوران خود در زیر نورهای سوزان آفتاب و در فصل زمستان باشد، به خنکی قهرتون نگاه نکرده کار کند و باید حتی در حال شخص اول باشد که از سربازان کوشش‌های زیادی جسمانی تقاضا کرده می شوند. چون این فرمانده مهر تابعانش را به خود جلب خواهد نمود. پدر جانم، تو میگویی که فرمانده باید از همه جنگاورانش قوی تر باشد؟ ها، البته، اما خواطر نشو پسرم. تو باید دانی که فرمانده و یگان جنگاوری عادی که قوه یخیله دارند همان یک کار را با ترس‌های گوناگون به اجرا می‌رسانند. ادراک احترام نسبت به او، اینچنین آن که نگاه تمام جنگاوران به جانب او نگرانیده می شود، برای فرمانده به انجام رسانیدن کاری سرمشقت ترین را هم خیلی آسان می کند. شما گفتار 12 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.